پیکره ها توی کارهای من که در واقع اصل موضوع کار منه از اینجا میاد که واقعا برای من تمام ماجرای قصه ها و قصه های انسان امروزیه. این پیکره ها خب همیشه بودن، همیشه مسائل مختلفی رو دنبال می‌کردن، باهاش مواجه بودن، ولی اون چیزی که در مجموعه جدیدم من با تمام وجودم درک کردم موضوع فراق بود. در مجموعه جدیدم اسب‌ها کنار این پیکرهای من قرار گرفتن. اگر بخوام یه توضیحی راجع به این همنشینی بدم، میتونم بگم که این اسب‌ها و کلاً اسب به طور کلی برای من نماد صلابت، شکوه، اقتدار و یک جور رهاییه و این پیکره‌های در هم تنیده رنجور از هم گسسته رو یک پیام رهایی براشون داره و اون رو میخواد از این غم و رنج رها کنه و اون رو با خودش ببره. این هستش که این اسب‌ها کنار فیگورهای من قرار میگیرن و نوید یک جور رهایی رو میدن. فرم انقدر توی کارهای من حرف اول رو میزنه، اون فرم فیگور، اون فرم اسب و اون هیبت این پیکره ها برای من اهمیت داره که من سعی میکنم بیشتر این رو به مخاطب القا کنم. احساس میکنم که اگر بعضی وقتا رنگ رو زیاد توی کارام بیارم، مخاطب دچار احساس کنه که من دارم اضافه گویی میکنم و اینه که سعی میکنم پالتم محدود باشه و بیشترین بیان رو با خطوط و فرم هام داشته باشم. در بعضی کارهام انسان‌های روحنما یا پریواری مشاهده میشه گاهن که میتونم بگم اون نتیجه این پذیرشیه که این اسب‌ها به عنوان اصل موضوع، اصل داستان پذیرش به این انسان‌ها یاد دادن و این انسان رها شده و به صورت یک انسان آرمانی، یک انسان پریوار به سوی نور، به سوی رهایی در حرکت. از ابتدا خیلی علاقه ویژه‌ای به فیگور و انسان داشتم. من کارم رو شروع کردم، البته خیلی پستی بلندی‌های زیادی داشت تا اینکه من به این انسان، این پیکره‌ای که امروز توی کارهام می‌بینید برسم. همینجور که توی کار پیش می‌رفتم، گاهن از این فیگور من دورتر می‌شدم، گاهن نزدیکتر می‌شدم و توی یک چالش مداومی باش بودم. مریم مقدم هستم، متولد سال 63، حدوداً 23 ساله که در زمینه نقاشی به طور جدی و حرفه‌ای مشغول هستم.